این شیرینی خوشگل و خوشمزه و جذاب و برای شب یلدا یا هر مناسبت دیگه‌ای بدون فر و همزن تو خونه خودت درست کن. شروع آرد نشاسته ذرت، آرد سفید، شکر، شیر، وانیل و کرر داخل یه قابلمه میریزیم و روی حرارت ملایم قرار میدیم. همه این مواد رو مرتب به هم میزنیم تا موادمون گوله نشه و غلظتش مثل فرنی به این صورت بشه. داخل یه ظرف مربع یا مستطیل یه مقدار آب میریزیم و روی اون رو کیسه فرزر قرار میدیم. این کار باعث میشه موقع کار کردن کیسه‌مون تکون نخوره. کف ظرفمون یه لایه بیسکویت پتی پور قرار میدیم و روی اونم از موادی که درست کردیم میپوشونیم و با پشت قاشق اون رو صاف میکنیم. به همین صورت لایه به لایه این کار رو انجام میدیم و ظرفمون رو به مدت 1 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. حالا آب جوش رو روی ژله میریزیم و روی حرارت کتری قرار میدیم تا دونه‌هاش حل شه. بعد از گذشت 1 ساعت که ژله کاملا از داغی افتاده باشه، دونه‌های انار رو روی دسر میریزیم و نصف ژله رو روی اون قرار میدیم و میره توی یخچال تا نیم بند شه. بقیه ژله رو روی اون میریزیم و میره توی یخچال تا کاملا بسته شه. بعد از بسته شدن کامل دسر هم 4 طرف اون رو برش میزنیم و به تکه‌های مساوی اون رو تقسیم میکنیم و تمام.